خب بفرمایید که شما چرا یک دانش آموز رو کشتید؟ آقای قاضی خدا شاهده 4 سال یه بار روزی داریم به اسم 30 اسفند 30 اسفند 2 دقیقه بعد سال تحویل به من زنگ زده میگه آقای معاون عیدتون مبارک باشه چرا در مدرسه بسته است؟ فکر کنم که بهش یک ارفاقهایی در مورد حکم شما صادر کرد. بهش میگم فلان شده در طول سال برام پاچه نذاشتی لااقل بذار یک روز در کنار خانواده‌ام باشم خودت در کنار خانواده‌ات باش عیده. میگه نه شما به عنوان معاون مدرسه وظیفه اینه که در مدرسه حضور داشته باشی. الان فکر میکنم در این مورد یه جورایی حق با شماست ولی حالا چرا کشتیه؟ بابا خدا شاهده من مثلا بهش دست نزدم. من رفتم در مدرسه بهش گفتم عزیز دلم امروز 30 اسفند تعطیل عید نمیتونی بری مدرسه. نمیدونم چجوری ایشون خودش رو رسون به ساختمون بغلی مدرسه رو پشت بوم پرید پایین. مهم اینه که در راه درس و مدرسه به شهادت رسید هدفش هم همین بود. ایشون تبرئه میشن اعضای بدن مرحوم هم به افراد نیازمند اهدا کنید غیر از مغزش.